سلام، من رضا نیکخواه هستم. به یه ویدیوی دیگه از کانال من خوش اومدید. توی ویدیوی راهنمای کامل و جامع خرید فیلتر کابین قول دادیم که یه نمونه از فیلترهای کابین شرکت بهتا رو تهیه کنیم و یه نقد و بررسی کامل و جامع روش انجام بدیم. امروز نوبت اون نقد و بررسیه. قبل هر چیزی ممنون میشم همین ابتدای کار ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید که گممون نکنید و زنگوله کنارش هم بزنید. دمتون گرم. خب بیاید با محتویاتی که توی بسته‌ای که پستی واسهتون میاره هست صحبت بکنیم. اولین چیزی که توجه منو به خودش جلب کرد این خوشبو کننده هوا بود که لوگوی شرکت بهتا هم روش قرار داشت. بعید میدونم هیچ کدوم از رقبایی که میان فیلتر کابین تولید میکنن همچین چیزی رو توی بسته پستی قرار بدن. از طرفی هم به نظرم خیلی کار قشنگیه. یه همچین شعاری میده که تمیز کردن و تصفیه کردن کابین اتاقتون با ما، اینم برای خوشبو کردنش. توی اون بسته یه دونه جعبه کارتونی مقاوم وجود داره که توی مسیر فیلترتون از آسیبای احتمالی آسیبی نبینه. روش اولین چیزی که هست اسم کامل فیلتره که 3X فیلتره بهتا هستش. علت اون 3X اینه که یه دونه پیش فیلتر داره، یه لایه فیلتر هپا داره و یه لایه هم زغال فعال. زیرش هم نوشته که برای چه خودروهای قابل استفاده است. یه نقدیو بکنم، مگه رانا رو اینجوری می نویسن؟ مهندس از این حرفا که بگذریم، داخل جعبه یه دونه بروشور رنگی هم قرار داره. توی صفحه اول میگه که فیلتر کابین هپا دارن، یه دونه هم فیلتر کابین زغال فعال دارن. توی سایتشون نوشته بود هپا برای 6 ماه دوم سال و زغال فعال برای 6 ماه اول سال مناسب تره. صفحه دومش چیه؟ راندمان جمع آوری این فیلتر برای ذرات 2.5. البته فکر کنم راجع به فیلتر هپا باشه. پایینش راجع به نحوه نصبش میگه و صفحه آخرش هم میاد راجع به سایز این ذرات میگه که میگه حتی ویروس کرونا رو هم به خاطر اون فیلتر هپا میگیره و نمیذاره وارد کابین خودرو بشه. از همه این حرفا که بگذریم برسیم به خود محصول. این محصول متشکل است همونجوری که رو جواب نوشته بود یک پیش فیلتر، یه لایه فیلتر هپا توی این وسط و یه لایه هم زغال فعال، گرانولای زغال فعال زیر اینجا. همه این محصولات داخل یه فریم از پلاستیک خشک که یه مقاومت خیلی خوبی هم داره قرار گرفتن و دورشون هم یه دونه فوم با مقاومتی بیشتر از این پیش فیلتر قرار گرفته. علت اینکه مقاومت این فوم از این پیش فیلتر بیشتره چیه؟ وقتی شما اینو توی جایگاه مخصوص به خودش قرار میدید هوا از اطراف این رد نشه و بیاد از تو دل فیلتر رد بشه. یه نکته دیگه که توی طراحیش واسم جالبه اینه که بیخ تا بیخ این پیش فیلتر توی این قاب خوب و حسابی چسب خورده شده و هیچ جدایی نداره و شما خیالتون از اینکه هوا با فشارها و جریانهای مختلفی از توی این محصول رد بشه راحته. اگه دقت کنید میبینید این فومه، این یه تیکه تموم شده ولی خب شرکت نیومده مثلا از کیفیت کار بزنه و یه دونه ابر دیگه قرار داده که وقتی توی فشار باشه فکر کنم مشکل خاصی و پیش نیاره. اما چرا این محصول رو تهیه کردیم؟ من حدس میزنم زور فن سیستم تهویه ماشینا به مکش هوا از داخل اینا نرسه. بایستی با هم دیگه بریم روی ماشین نصبش کنیم و ببینیم که قبل و بعدش چه تفاوتی داره. برو بریم. ببین جای نصب اینجاست ولی قبلش ما نیاز به یک معیار داریم که ببینیم این فیلتر با فیلتر فابریک چقدر تفاوت داره. حالت درست و استاندارد اینه که ما دوتا فیلتر رو در بیاریم، تحویل یه آزمایشگاهی که کار تهویه انجام میده و مکانیک و دینامیک هوا رو میشناسه بدیم.
اونا بیان اینا رو توی یه دستگاهی قرار بدن، دبی ها یا حجم های هوای مختلفی تو واحد زمان به اون فیلتر بدن و اختلاف فشار دو سر این فیلتر رو اندازه گیری کنن و به ما گزارشش رو بدن. یا بایستی دستگاه‌هایی رو داشته باشیم که میان سرعت جریان هوا رو اندازه گیری میکنن و خب اینا رو توی دریچه کانال کولر با فیلتر فابریک و این فیلتر بزنیم ببینیم چقدر این اختلاف داره. ولی خب چون هیچ کدومشو نداریم، من خودم یه دونه شاخص واسهتون درست کردم. ببینید 2 تا کاغذ سبک که از جریان هوا بتونن پیروی بکنن و روی دریچه سیستم تهویه سمت شاگرد ماشینم قرار دادم. این دریچه رو تا آخر باز گذاشتم و بقیه دریچه های ماشینم بسته هستن. حالا میخوام چی کار بکنم؟ میام سیستم تهویه‌م رو حالتی قرار میدم که هوا از بیرون وارد بشه. توی 3 تا دور فن کمترین حالت، حد وسط و بیشترین حالت میام مقدار جابجایی این کاغذها رو روی این دریچه کولر بررسی میکنم. اگه وقتی فیلتر کابین بهتا روی ماشین بود این کاغذها کمتر اومدن بالا یا پیروی کمتری از جریان هوا داشتن، اون فیلتر رو پیشنهاد نمی کنیم. ولی اگه تغییر خیلی فاحشی نداشتن، یعنی افت فشار فیلتر مقدار استانداردی و تفاوتی با فیلتر فابریک نداره. بریم ببینیم چی میشه. با فیلتر کابین فابریک میایم ریاکشن کاغذایی که روی دریچه قرار دادیم و توی دورای موتور مختلف سیستم تهویه بررسی میکنیم. بعد فیلتر کابین رو عوض میکنیم و میبینیم این ریاکشن داخل فیلتر کابین هپا به چه صورتیه. توی ویدیوی راهنمای کامل و جامع خرید فیلتر کابین گفتیم که سایت دم داخلش نحوه تعویض فیلتر کابین انواع خودرو رو تو قسمت گالری تصاویرش نشون داده. از اونجا میتونید مدل ماشینتون رو انتخاب کنید، ویدیوش رو ببینید و خودتون بعد از اینکه دفترچه راهنمای فیلتر جدیدتون رو مطالعه کردین فیلتر کابینتون رو عوض بکنید. بعد از اینکه فیلتر کابینتون رو عوض کردید حتما مطمئن بشید که فیلتر کابین سر جای درستش خیلی دقیق و فیت قرار گرفته. همونطوری که میبینید فیلتر من الان توی جایی که واسش تعبیه شده و ابر اون دورش تو فشرده ترین حالت تا هوا از اطرافش به هیچ وجه نفوذ نکنه. دور پایین سیستم تهویه عملکرد فیلتر هپا از لحاظ افت فشار بهتره. توی دور میانی تفاوت آنچنانی ندارن، ولی توی دور بالا فیلتر کابین هپا هوا رو داره سخت‌تر عبور میده. ولی در مجموع فیلتر کابین بهتا برعکس تصور من افت فشار چندانی به سیستم تهویه ماشین وارد نمی کرد و تفاوت چندانی با فیلتر کابین فابریک نداشت. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. ممنونم از اینکه تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. اگه ویدیو رو لایک نکردید لطفاً همین الان لایکش رو بزنید. اگه به محتوای علمی دنیای خودرو علاقه‌مندید حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید که گممون نکنید. خیلی مخلصیم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.